مگه ماما هنمک جا boş شد بگن بیشتر نیه دیگه ماما جان سر ماما ماما غلطه کو گوسفندا ماما غلطه ماما غلطه ماما غلطه به کجایی چیزا با خدا این دوز بید گوسفندام حلال ببردن ایشته کنم این گوسفنده با خدا یک گوسفند ایشته کنم چیکار کنم ماما جوید گوسفند ندیدی تو کشی که شما گیلاک ندیدی؟ چری؟ شما جو همودن که برای ما گفتی گیلاک برات غولکه میپلیده خوب گیپه گفته به سهرا دیده گیلاک نیا صدا کرده دیده گیلاک نیا گوسفنده هر کدومی با خوی بر میچره گوسفنده بعدش بیارده به صورت 5 تا گوسفندم نبوده حالا ما گیلاکمون ببینه که 5 تا گوسفند کجا شده پیش ازی من 2 ساعت پیش دیدم دیگه من تا حالا ندیدم گیلاکه نکنه گوسفندای بر خو کرده باشه ندیده باشیم شما ما بعد کوری بیدم من جا نگاه کردم نبید دیگه راست میگه شما داخل یه از تو بیشتر عقل کمال داره باز من برفت نگاه کردم ندیدم گوسفند اصلا میگم یک چیز دیگه همین گیلاک نفهمیده که غولکه ماست چیکار کنه به خدا باز من نفهمیدم غولکه واسه چی ماست دیدم هم زیر درختام اونجا گاهی برات غولکه میگشت بالا درخت بالا میشد که غولکه برداره حالا خود از این معلومه که تو قبرستون ما چیکار کنم دو تا همین چری بوزا بوده که چیزا کلونی بود نخواست رو خیمه کردن انداخته بیدن بدید اون گوسفنده کلون گوسفنده بایدشته گوسفنده داشته ما یعنی چی گوسفنده باشه 5 تا وسط اینو گم شه یعنی چی من میگم ما چیکار کنم کجا بپالم کو ببرین کی پای اگه گم نشده باشه در بشیم ما دارم خانه کجایی بابرد تو میگردم آکه کو گوسفندا بله گوسفندا کجایی تو با کجا بودی از صبح گوسفندا و تا شفتلامو بدک حالا برای تو میبینم نیه تو که بگم با برای غولکه رفتی غولکه و درختا چی مثل شما طور دیده بیدگ آخه خود تو اونجا چی مرگه مثل من دمی که صبح درس خونده رفتم نگو پیش گوسفندا تکون نخوری بیرون کردم گوسفندا رو ببردم به صحرا خب که گوسفندا یک مرتکه که بیامده گفته که لالا مادر من ناجور شدم برو با ما یک خبر غولکی بیا انا به تو پول میدم یک بار 1 20 و 1 سدی بداد انا برفتم که
غالکه بردارم وردشتم من بیامدم سعی میکن گوسفندا نیه. با بیلا خدا تو در بدر کنه گله. خدا تو در بدر کنه. این همی بوده و خدا نترس تو گپ داده. سر تو دبی خیلی چرب کرده. نیه کجا من گپ داده؟ مادر من ناجوره. من دل ما بزو بسخید. گفتم باشه برم بزو وردارم بیارم که من زاف میکنم درخت بلاشم. لاف کنه. البته تو دکتری بودی که بیان پیش تو گفته مادر ما ناجوره. نانه ری که برات تو که بیا نون بخورک. برات سازن میبینی که رنگ تو نیه. گوسفندام یله. گوسفندا وردش به سرا ورده 5 تا گوسفند کمه. آبا خدا یک ساعت قیق میکشن و گیله گوسفندا با تا گندم ایله. ها گیپک جو از ما خدا با کار داشته که 28 تا گوسفند به جلو خونه کرده برفته. 5 تا گوسفند برده. با این تارتو خودی هم رفتیم ما. آخرانی که یک ماه نمیشه که ما گوسفندا دونه 13000 روپیه پول دادیم ما چیکار کنیم؟ حالا 5 تا گوسفند کمه. 3 سال خرج تو تارتوقه. چی میفهمی؟ حالا ما چیکار کنیم؟ خب مرده که با تو میگه مادر مناجر گوسفندا یله میکنی. جلوش پیدا کو گوسفندا پیدا کن. جلوش پیدا گوسفندا از هر جا میکنی پیدا کن. نشو با خدا رنگ سرا نمیبینی گوسفندا رو پیدا نکنی. جلوش پیدا کن سرا از هر جا میکنی پیدا کن. میگم رمزون خیلی خدا میگم امی چی رقم تو امی گوسفندا تقسیم کردی؟ رفیق که من بخول نفهمیدم امی حساب تو برار خوب گردم. چی رقم تقسیم کردم؟ تو بگیرتی از 5 تا گوسفند 2 تا به میدادی 100 دونه گوسفند دیگر تو به خود خبر دیشتی. همین رفاقت همی تنه 2 تا گوسفندا کلون به تو دادم. آنو دعوا داری؟ هم 2 تا گوسفندا کلون همی 100 تا گوسفند برابر 2 تا میشه. هم خود تو فکر کو. ها 2 تا گوسفند کلون اندازه 100 تا گوسفند خود نمیشه. اونا رو به ترازی میگذاشتی میگه اگه 1 کیلو اضافه میشد. اگه من 2 تا گوسفند به تو میدادم 100 گوسفند بر میداشتم میدادی به من 100 گوسفند. زحمت بیشتر میکشیدم. پلان ازمه بود. تر ریزی هم ازمه بود. بخو تو کو کندی دیگه. کو کندی بخو. رو لال قداد نکش. دیوالا موش داره موشا گوش داره. چی فایده داره حال جنجال میکنی؟ بله میگه زحمت ازمه بوده. ما تو هر دو نفر بیا اگرا برفتیم با زحمت از تو بیشتر شو. این گپا چی فایده داره رمضان که تو به من میگی؟ نورالله همینار که دیشب تقسیم کردیم. او 2 تا گوسفند کلون بدادم به تو. این 200 تا گوسفند خورده برداشتم به خو. گپ سخنی نداشتیم دیشب. باید دیشب که برفتی حالی بیامیدی به من میگی چون گوسفندا خورده به خو برداشتیم چون اونا قیمت اینا بیشتره و چکار و فلانه. من دیشب اولکی بودم. بعد همه که به خونه برفتم فکرها خوربه کردم سعی کردم که اینا به درد نمیخوره. همین دونه 15000 روپیه هم 2 تا 30000 بیشتر میار زمان نظر خود تو. خونا دونه 15000 2 تا 30000 ایسا دونه هم دونه 10000 30000 پس چی فرق کرد؟ برار خوربه کردم اونا رو به 10000 بیشتر میخرم. چرا خود تو این کارا میکنی آخه؟ همونا امالی چی نخرم دونه 13000 کو میخرم دونه 13 دونه 12000 کو میخرم. نکش یلا کرات گپر با جاما دیگه شکار مکار دیگه بگیر اون با اضافه نه میشه لالا ما به شکار مکار دیگه من از حال تا 1 دقیقه دیگه بعد فکر از این گپا نمیکنم. ای صبح چی کار کنم حق مر بده برار خوب کردم. حق تو 2 تا گوسفند بدادم برفتی برات کار خب باله با بعد پاشنی چه بیام اینجا با گپ مفیز صدا خور به سرخ میندازی. انا حق منه وقتی حق منه مجبورم به حق خودت چی میانا صدا خور به سر خونند و مردم همه به سر آیم حال مار به لو میدی اینجا حقیقت میکشی. رمضان 1000 با ما 1000 همال 8000 په فرق میکنه. اگه من این مسئله باشه همال میرم بلو میدم. چه کار میکنی؟ بلو میدم. من بلو دادم به تو شون. من دی من دیگه من تو نمیگم که تو بلو میدی. اشته تو بلو میدی. 1 سال تو خودی منی حال با من بلو میبدی. ها زور زندگی زور زن که تو نمیگی خفه میکنم بلای میدیم 1 سال خودی میدی حالی با بلای میدی اشته بلای میدیم تو بگو اشته تو بلای میدی خود تو از دست پا خود خطا بده نورالله زور نده دیگه حق مفته بیله نازه به من تو 1 دقیقه من بکو آنه سکو چه کار میکنی سکو بخی با تو نازم ما تو ریاله میدم با تو خور اکشن بکلمه میکنی الان اگه من نرفتم به بسته دی نگفتم کجا میدی
بگو تو کجا میری؟ ها؟ کجا میری؟ به خدا تو رو میگم سر به زیر میکنم. این مرتکب سر ما فیلم بازی کرد. استنی گیلا اشتنی جان جوره شکر بخیر سلامتی راست خیلیته. و اینجا چیشتی چرت میزنی چرت گوسفندا خو میزنی گیلا باشه این مرتکب من نفهمیدم مرتکب من سعادی بیدم مرتکب سر من انال عباس میگه سر تو دپی خیلی چرت کرده. انال مرتکب اومده گفته که برو تو به ما قال اکه پیدا کن خبر قال اکر بیار. من براتون خبر قال اکر بیار و مرتکب گوسفندا رو ببرده. باز عباس میگه خدا از ما بکار داشته که تو گوشی مدل بالای داری گیلا خوب بیده که سر تو فیلم بسی کدی بی خوب ساده پتانه میدم به من میگفتی قال اکر واسه چی میگه که من میفهمیدم خوب بابا تو میگفتم که میرفتیم گوسفندا را دست یا نجات میدادن. چی میفهم مرتکب آدم شیاری بودی که نیه که مثل من شیاری نبیده باشه. مرتکب گفت اگلالا مادر من آجوره برو انه به تو پولی هم میدم. انه بعد گفت گوسفندا توریش میکنه که به گندما نره. خود دیونه اوی شیاری بوده که سر تو فیلم بازی کرده. او خودی نمیتونسته بره برات قالکه. این قالکه یک ضرب المثل یا گیلک از قدیم مردم همیته میگفتن. گوسفنده کاما تا گوسفنده که نخ سرخ به گردنا نوستی اونا رو هم ببرده. هی بخورده تو نشه. هی نخوری. هی منا به خیر خوشی گوشت سرخ کرده شه به شکم زنه بچه تو شه به خیر خوشی. خیر جوونی خو نبینی در و در شی. نالشته کنم عباس به من گفت با خدا با سرابی اینیه ترعیت تل میزنم در میدم. راست میگه گیلک 5 تا گوسفند تونی چند قیمتونه بود تو 5 تا گوسفند نتونی هیچ کنی تو به درد چی میخوری؟ 13,000 40 روز پیش خریدیم از گنج. میگم شما تو یک زن که با مادر خیا پیر خو بزی بگو برای یک بیشیه گیلک بیجای نمیشه مر همینجا مهمان کنیم برای خرج خور میارم. گیلک خرج خود کو که چی خرج ما هم بیاری تو به سرا خورا نمیده. چرا؟ خورا نمیده. تو چی ساده ای؟ فش بین کار نداری گیلک. تو موندنی ها. چیکار کنم کجا برم؟ میگم به زیارت برو میترسم. به زیارت؟ ها شو مرده لنگ تو کش میکنه گیلک. نه بابا. اوه. نری یک دم به زیارت که میترسی. هوا گرم مارم داره کوخ کخ داره. تا گندم خوشم میترسم. میری تا گندمو با گندمو مردم مرم لگت مال میکنی. کجا برم؟ برو یک جای بخو پیدا کو یک جای. نمیشه برم نانه شفاخونه شون. یک وظیفه بخو پیدا کو. ها؟ برو نانه شفاخونهش بمی شفاخونه بگرد. نانه شفاخونه شو. نه بابا. او. مرمایم. ها اشته نمایم. خب من بی تذکره ام. خیر تذکره مایم چکار برو جرو میدن دست تو تا شفاخونه جرو کو. میرم بیتره مگرم برم اینجا گو. آجی که من راه نده به سرا چکار کنم. Thank you.